عزیز، خیلی خوش اومدید به بخش جذاب هنری ما. امروز هم مثل همیشه با یک هنر خیلی زیبا و البته ساده سعی می‌کنیم که در خدمتتون باشیم. خانم لیلا مرادی گرامی اینجا هستن. بریم ببینیم که امروز برامون چی دارن. خیلی خوش اومدید خانم مرادی. مرسی، متشکرم. خدا قوت به شما. سلامت باشید. بفرمایید. درود و مهر به شما دوستان. امروز لیلا مرادی هستم. بله، خواهش می‌کنم. امروز با آموزش هنر رزین، اون هم با تکنیک دریا در خدمتتون هستم. خیلی هنر جذابه. بله، خیلی فراز. بله، نمونه‌هاش روی میز هست، رو هر سازه‌ای میشه استفاده کرد. بله. روی آینه، روی چوب، رو هر چیزی. رزین یه ماده دو جزئی هستش، تشکیل شده از رزین و هاردنر. بله. به نسبت 2:1. ماده‌ای هستش که وقتی که ما با هاردنر در واقع خشک کننده و در واقع جاودان میکنه هاردنر ماده رزین رو، وقتی که ما این دوتا رو با هم ترکیب میکنیم یه ماده جاودان و ماندگار به ما میده، مثل این. یعنی در واقع مایع تبدیل به جامد میشه. بله. اینجا ما تکنیک دریا رو در نظر داریم آموزش بدیم. چقدر این جاودی خوشگله. خواهش می‌کنم. اگه دوستان تونستن تصویرش رو بگیرن خیلی چیز خاص و جذابیه. این که دیوار کوبه نه؟ بله، این لیوانی هم میشه استفاده کرد. بله. این یکی هم جاودی بود آقای سنگنه یا بقیه دوستان اگر آینه ها هم هستش. بله، این آینه هم که طرح دریا داره. بله. خب بریم که داشته باشیم. خواهش میکنم. رزین و هاردنر رو به نسبت 2:1 ما ترکیب میکنیم که ما اینجا قبلا به خاطر اینکه 5 دقیقه زمان میبره تا هم بزنیم و حباب نزنه، من قبلا این کار کردم. رزین و هاردنر رو به چه نسبت؟ به نسبت 2:1. رزین 50 گرم باشه، هاردنر میبایست 25 گرم باشه. مخلوط میکنیم. 5 گرم در جهت موافق با عقربه های ساعت هم میزنیم، مخلوط میکنیم تا حباباش از بین بره. در ضمن رزین غلیظ داریم، رقیق داریم، نیمه رقیق داریم. غلیظ زود خشک میشه و رقیق و نیمه رقیق برای کسانی هستن که آماتور هستن و فرصت بیشتری برای ساخت اون سازه به ما میده. ما اینجا هم از نیمه رقیق استفاده میکنیم، هم از غلیظ استفاده میکنیم. خدای من، این صدفه واقعیه؟ بله. وای اینا رو نگاه کنید. خیلی اینا خودتون جمع کردین؟ نه، جمع کردن از قشم جمع کردن براتون آوردن. خیلی خوشگلن. بکن با اینا قشنگ میتونید ساحل و دریا رو دقیقاً تداعی بکنید. دقیقاً. موادی که برای ساخت این سازه استفاده میکنیم، تورچ هست برای حبابگیری، قلم هستش که قبلا از این قلم‌ها استفاده می‌کردیم، منتها به خاطر سخت بودن هاردنر خشک می‌شد. الان قلم‌های سیلیکونی اومده که به محض اینکه خشک میشه میتونیم به راحتی برداریم. و انبر هست، نی هست که کار سشوار رو میکنه، برای فوت کردن و برای موج استفاده میشه. رنگ‌های جوهری هست، رنگ‌های خمیری هست که رنگ‌های خمیری خیلی سنگین هست. اول میبایست رنگ‌های جوهری رو استفاده کنیم. رنگ‌های خمیری به خاطر اینکه سنگینه میره زیر کار، باید خیلی با تکنیک خاصی این کار رو انجام بدیم، با ملایمت. برای ساخت این کار و دستکش یک بار مصرف، ماسک‌های سه‌بعدی است برای کارها با حجم بالاتر. اینجا چون فضا بازه من دیگه استفاده نمی‌کنم. ماسه هست، یعنی بخاراتی داره که بهتر ماسک بزنیم. بله، چون شیمیایی هست دیگه به هر حال. و این اکسسوری‌ها هست، میتونیم استفاده بکنیم. بعضی از رزین ها نیاز به قالب داره، مثل این. میتونیم قالبشو در بیاریم. بله. این جای آینه هستش، قالب داره. منتها اینجا ما از تکنیک چوب و دریا استفاده کردیم. این ماهیه رو ببینیم. بله. اون با خمیر. با این چقدر خوش. خودتون درست کردین؟ خودم هم درست میکنم، منتها اینو نه، حاضر گرفتم. خب بله. برای تکنیک دریا نیاز داریم به ماسه تو رنگ‌های مختلف. ببینیم تو رنگ‌های مختلف تو بازار هست، میتونیم استفاده بکنیم. رزین و هاردنر رو که با هم مخلوط کردیم وارد ماسه میکنیم و ترکیب میکنیم اینا رو. ما میتونیم هم
این سه تا رو با هم ترکیب بکنیم، هم میتونیم جدا ترکیب بکنیم. مثلا من احساس میکنم اینجا ماسم کمه، بیشتر اضافه میکنم. ماسه واقعیه دیگه؟ بله ماسه واقعیه. ما چون میخوایم اون ساحل زیبا تداعی بشه برامون، همه رو از ماسه ها و اکسسوری‌های طبیعی استفاده میکنیم. تکنیک دریا رو همه میپسندن و عوام پسند. بله. من به خاطر این آموزش رو امروز تهیه کردم، در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. خب اینو مخلوط کردیم. حالا ببینیم از گوشه میریزم. و برای ماسه دو تا تکنیک داره. یه تکنیک خیسه که اینجا ماسه رو قاطی مخلوط رزین کردیم. الان تکنیک خشکشم خدمتتون عرض میکنم. ببینید ماسه ها رو به هر شکلی که خودمون میخوایم، تکنیک خاصی نداره، به هر شکلی که خودمون میخوایم با چوب بستنی یا لیوان یه بار مصرف یا همون قلمای سیلیکونی میتونیم استفاده بکنیم. در ضمن من این چوبای بستنی رو قبلا رزین روش ریختم، در واقع پرایمر کردم که اگر شیارایی داشته باشه و باعث حباب بشه، اون شیارا گرفته بشه و حبابش گرفته بشه. ببینید من اینجا میتونم مانور بدم، اینو هر شکلی که میخوام، اون چیزی که سلیقم هست درست کنم و شکل بدم بهش. این تکنیک خیس بود برای ماسه. حالا ما میایم از تکنیک خشک استفاده میکنیم. فقط به خاطر این تکنیک رو آموزش بدم اینو انجام میدم. ببینیم خود رزین و هاردنر رو که ما مخلوط کردیم، ترکیب کردیم، میریزیم و از ماسه خشک روی اینا میریزیم. در واقع وقتی که این خشک میشه شما ماسه رو حس میکنین، لمس میکنین. تکنیک خیلی قشنگه. ببینین ترکیب رنگش هم خیلی قشنگه. میتونیم باز هم از این ماسه استفاده کنیم، ماسه‌ای که قبلا سیختیم. حالا اینجا میخوام از شما کمک بگیرم، از طریقه شما استفاده کنم. به نظر شما هر چی شما بفرمایید، چه صدفی رو استفاده کنیم؟ ماهی هم که شما فرمودین خوشگله، اونم استفاده میکنیم. بفرمایید. چه صدفی؟ از این ریزا بذاری؟ هر جور که میلتونه. طریقه شماست. متشکرم. میکنم. از این صدف ریزا من بهتون میدم چند تا. ممنون. با استفاده از انبر، بله، صدفا رو هر جایی که دوست داشته باشیم میتونیم استفاده بکنیم و صدفا رو میتونیم داخل رزین بریزیم، پرایمرش کنیم، اما چون حجم این کار خیلی کمه نیاز به پرایمر کردن نداره. صدفای بزرگ هم میتونیم استفاده کنیم. بله، ممنون از شما، مرسی از کمکتون. امروز دیگه با سلیقه بانو کار کردیم. مطمئنم هستم که سازه زیبایی در میاد. درسته شما. خواهش میکنم. ماهی که اینقدر تعریف کردیم. آره ماهی خیلی خوشگله با مزه. خواهش میکنم. ماهی رو میذاریم این بر. این صدف هم قشنگه. میذاریم این بر. این صدف ها رو یه دونه ماهی این بر. این صدف هم اینجا میذاریم و ببینید زمان که بهش میدیم این خودشو در واقع میپزه. میگن به اصطلاح میگن رزین پخت میکنه، یعنی میپزه، رزین میرسه. درسته. یعنی در واقع خودشو میگیره. چقدر طول میکشه تا این اتفاق بیفته؟ ببینید 24 ساعت زمان میبره که امایه به جامد تبدیل بشه، اما الان چون رزین غلیظ هست زود خوش میشه، نیاز به زمان نداریم، ما میتونیم کارمون رو انجام بدیم. خب یعنی الان روش هم دوباره رزین هاردنر میریزیم؟ بله، الان میخوایم خود اینجا ساحل رو آموزش بدیم. بله. الان میخوایم خود دریا. در ضمن تو ریختن رنگ مایع خیلی باید محتاط باشیم، زیاد استفاده نکنیم. ببینیم من یه قطره فکر میکنم کفایت بکنم. اینو ریختیم و حالا هم میزنیم. ببینید من انقدر اینو هم زدم که
هیچ نوع حبابی رو شما درش نمی‌بینید. بله. اگه حباب دیدیم چیکار کنیم؟ حباب باید هم بزنیم، زمان بهش بدیم، یا اینکه آب نیمه گرم رو بذاریم و اینو مثل روش بماری بذاریم، ظرف رزین و هارتنر رو بذاریم روش تا حباباش زمان بدیم تا حباباش از بین بره. این مخلوط شد. در واقع این میشه رنگ آبی دریای زیبا. ببینید. بله چقدر زیباست. ببینید نوع رنگ رو یه بار دیگه میفرمایید. رنگ مایع هست که استفاده میشه. رنگ مایع رزین باید بگیم؟ رزین، بله، مخصوص رزین هست. رنگای خمیری هم داریم که برای موج استفاده میشه. بله. رنگای زیادی هست اما بیشترین رنگ که استفاده میشه رنگ مایع هستش. الان یه موج هم واسمون بندازیم تا فرصت داریم. حتما الان موجو میندازم فقط به خاطر گل روی شما. ببینید من این لیوانو قبلا استفاده کردم و پرایمر شده. رزینی که قبلا توش کار کردم خوش شده و پرایمر شده و دیگه به هیچ عنوان حباب نمیزنه. پس خروجی خیلی خوبی خواهیم داشت. من توضیح بدم تو پرانتز پرایمر یعنی اینکه سطحش پوشیده شده، عایق شده یه جورایی و دیگه مشکلی پیش نمیاد. پوشش میده. پرایمر یعنی پوشاننده در واقع. ببینین من چقدر از این رنگ خمیری سفید ریختم، خیلی کم چون سنگینه و یه قطره بود دیگه. بله یه قطره. ببینید حالا من اینم نشون بدم اینقدر کفایت میکنه. بله. خیلی کم. ببینید چقدر با این زمان کوتاه چقدر رنگ دهیش قشنگه. ما چون فرصت دادیم همین چند دقیقه فرصت باعث شد که رزین ما بخوابه و یه مقدار استحکام خودش رو حفظ کنه. حالا به خاطر اینکه میخوایم تکنیک موج رو اجرا بکنیم با رنگ خمیری سنگین هست، میایم خیلی محتاطانه روی کار میزنیم. ببینید روی کار رزین و هاردنری که داخلش رنگ خمیری سفید ریختیم و میزنیم. حالا هیجان انگیزش اینجا ما از سشوارهای صنعتی میتونیم استفاده کنیم. من البته فقط از این سشوار که یار منه استفاده میکنم و خیلی جاها از نی فوت میکنیم. بله ببینین چه کار جذابی، خیلی جذاب، چقدر طبیعی شد. بله ما میتونیم از سشوار هم استفاده کنیم اما من دوست داشتم که از نی استفاده کنم که دوستان بدونن با ابتدایی ترین اجزا هم میتونیم این کار رو انجام بدیم. حالا بهش یه مقدار اینا رو من بذارم کنار که مشخص بشه. ببینید این کار رو همون سشوار انجام میده اما من دوست دارم دستی انجام بدم. ببینید باز هم میایم به نظر شما باز هم نظر بدیم جا داره هنوز. بله موجای خوشگل اضافه کنید. ببینید چقدر زیبا شد. خیلی زیبا شد. این ماهی رو هم به خاطر گل روی شما اینم بندازین تنها. حتما این ماهی رو میذاریم اینجا که برای خودش شنا کنه. خب روی اینا دوباره رزین می‌ریزیم. اگر دوست داشتیم میتونیم وقتی که 24 ساعت فرصت میدیم و دست نمیزنیم میذاریم خشک بشه. روش هم یه چیزی میذاریم که گرد و غبار محیط روش نره. میتونیم رزین و هاردنر رو بیرنگ استفاده درست کنیم و روی این رو پوشش بدیم. نه من دوست ندارم، دوست دارم وقتی که میخوام خشک بشه میخوام اینا رو حس کنم. این ماهی ها رو حس کنم.
هیچ مشکلی نیست. بله همین الانم ببینین نگاه کنید من میتونم روی ماهیا رو بگیرم. بله با رزین. بسیار دست گلتون درد نکنه. خانم لیلا مرادی عزیز شما بشم. مربی خوشقلب دوست داشتنی آروم متشکرم. وقتی که هستن خیلی حالمون خوب میشه و از هنر زیباشون هم استفاده میکنیم. متشکرم. و متشکرم از شمایی که تا این لحظه همراه ما بودید. بریم ببینیم که آقای رضا فرخی برامون چی دارن.